وقتی جای خنده غم بابا بیا بشین میشینه بخوریم. روی چبام و واسه شم بکنم کیبورد نام منو یه جوری میکنه. حاجی مهمترین چیز اتاق بلینه مده هیچ موقع تمزون عالیه. مگه میشه من یه ویدیو بدم و مشکل نداشته باشه؟ خب اینجوری میبینین که صدا مشکل داره. خب یادم اینجا حرف زدیم آره شاخ و اینا. اوه دماغش گرفتن. اوه اینجا چی گفت؟ نازش کردم یه ذره. گفتم مثل دماغ خیلی بده و اینا. میتونم عملش کنم خوب میشه. زدم میکشو بالا و اینا. حرف. اینجا دارم اینترو رو میگیرم. میگم که همیشه برای شروع یه کانال یه تغییر مهمه و الان هم امروز میخوام این تغییر رو بدم. تغییر از بی صدا بودن شروع شد. میریم براش. بابا به خدا اینا گیر میده یوتیوب. آره یوتیوب this is not this is چیه I am just friend. باید میگفتی I am not foolish I am a gay. بابا یوتیوب اینو بم میکنه. من بنویسم یوتیوب this is market. خب پاشو کی مثلا ما داریم ویدیو میریم من یهویی میام وایس. خب ابولی آماده ای؟ بیا مهدی نری مهدی پسر خوب اگه ریدم با من وایسا بذار بهت بگم باید چیکار کنیم. مثلا من اون پسرم خب بیا بشین اینجا. خفه میشی؟ ببخشید داشت بزرگتری به اینجا ماشت میکنم. هم ولفکات بزنی اینجا رو. برات میخوام یه روش جدید اصلاح اینجا رو ولفکات میکنی. خب میخوام برات یه سبک جدید کات بزنم وایسا. خدا نکن ویدیو خراب میشه خاموش کن بعد میکشی. بابا این انبرنسایی نیست پیش یوتیوب نمیدونه انبرنسا. This is poop of donkey. داداش این صفره. بابا خدا خوب داداش این میزنه. سه. بابا قرار این اول باید با موزه مثلا چهت میشه کم کنی میذاره. نمیخوام که ته بزنی. بابا ته نخواهیم بزنیم که من بلد نیستم اونجوری. پسر خوب اگه ریدم با من بذار تلاشمو میکنم دیگه. اگه بد شد میخوری دارم از این استفاده داداش مهمه ها. بابا خب چیه مگه دوباره میخواد بیاد دیگه. چی میزنم تو کشو نمیخوام کچرم میکنی. مهدی جانم مهدی گو خوردم مهدی. ابولی به خدا خوب میشه. تو که موات انقدر زیاد نیست داری حسرتشو نگاه کن کجاست. کچل میشم. من اینجوری بلد نیستم. حاجی ببین چی تو رو خدا ازم یه جوجه اردک زشت نساز. خواهش میکنم. واسه یکم دلستر التماسای آخرم من خواهی ابولی تو نگفتی بهم دقیقا چی میخوای؟ هیچی دقیقا یه چیزی میخوام که اوکی باشه. خب باشه دیگه. شبیه میمون درم نیاد. به خدا خیلی خوشگل بابا نزن این موهات عشق. نه نیست اصلا اهمیت نمیدم بهش. عشق کنید دوستان. نخندید. در چمن که به فنا رفتم حتما لایک چیکار کردی؟ نخند وای. من هیچی نزدم از اونجا ولی مواد این وریه میدونی باید اینو یه آب بیاریم. علی برو یه دونه آب بیار. زهر مار نخندید. خب چرا اینجا وایسا وایسا بچه مای یه چیز میخوام من نور میخوام. باید بریم اونجا. نه خوبه همینجا. باید یکم خوش ماش آب زده میگه باید یکم خوش. سشوار نداری؟ چرا؟ داداش آرش رو تکمیل
آخ موهاش خیلی بده. علی تو خود با من صادق باش، چقدر ریده. زمانی که شارژش تموم میشه وسط کار، تنها راهی که میمونه اینه که از ته باید بزنی موهای طرفو. عبولی این همه مو رو از کجا آوردی؟ راستشو بگو. چرا پشم؟ آزی خیلی پشمه. آه کافیه دیگه. میریم که نتیجه رو ببینیم. دیگه از دستم همین برمیومد دیگه، ولی خب خیلی خوب شده. رو به جلو نمیدونم چی کار کرده با هم. چیکار کرد با دلم وای. به خدا من خوب زدم. ماش خیلی اصلا حالت نمیگیره. یه سالی میشد موهاتو نزده بودی نه؟ اولی دهنت برم. اولی درست زدم موهاتو دیگه، خیلی نباید به جزئیات دقت کنه کسی که میخواد به موهات نگاه کنه. من چی کار کنم؟ اصلا ندیدی احمق موهاتو چرا داری چرت و پرت میگی؟ بلند شو برو تو آینه خودت ببین. من قرار نبود برینم تو ماش، خودش خواست. شبیه کتیشا شدی خود. چه قیافه یه برم ساختی. اینجاها رو خیلی خوبه میبینی؟ وای من نیستم. عالیه اولی، اینجوری باشه دیگه، سایه است دیگه. اینجا رو نگاه. اونم سایه است. خب سایه میدونی چیه؟ تو با این کارت خودتو فدای سابسکرایبرات کردی. یعنی این قیافه‌ای که تو الان داری و سگ نمیتونه داشته باشه. حاجی الان تو پتانسیل اینو داری که با اون اسلحه منو بکشی. به خدا نمیتونی منو بکشی، چون واقعا دارم خودم رو سرزنش میکنم. بابا این مری شو. یه قهوه بخوریم سر صبحی. برو تو شیر آب باز کن، لباساتم بذار اینجا. اینم هولت. آخرین بار من با این خوش کردم، ولی خب مناسب توه. برو. موهام میگید بچه ها خیلی خوشگله. شورتت هم در بیار دیگه. باش تو در میاد. نمیشد الان اینجا در بیاری. اگر لایک نکنید واقعا نگاه کنید قیافه. خیلی خوب شدی ابولی. حاجی به خدا مو زدم واسش. ببین تو رو خدا عشق کن. یعنی کف کرد جو شاخلاری. دهنتو ببند. به خدا خیلی موات خوب شده ابولی.
برو یه دقیقه دو آینه خودتو ببین. چه چالش مسخره ایه؟ دهنتو ببن مهدی میخوام دکر ابولی شلواره چقدر بهت میاد؟ قبول داری؟ ولی خب جرأت داری تو سابسکرایب و لایک و این کاراتو نکن. پول ژیلت ندارم بدم. هیچکی سابسکرایب نکنه. داره کچل میشه طرف. من موهاشو زدم از کچلی نجاتش دادم. بچه‌ها به نظرتون به مهدی باسکات میاد؟ اگه این ویدیو 3K لایک بگیره مهدی قراره باسکات کنیم، موهاشم دستبند درست میکنیم پخش میکنیم بینتون. پسر خوب این موها رو میبینی 20 تومن پولش. ما مفتکی میدیم دیگه. آقا سابسکرایب چیزی نکنی، آبرو ما رو نبرید. این یه ویدیوی فانه برای خودمون، مثلا گذاشتیم آپلود کردیم تو یوتیوب بمونه. قطع کن بره.